من عادت ندارم به طور معمول از روی نوشته سخنرانی کنم و معمولاً به شیوه بداهه بر اساس اون چیزی که اون جمع می‌طلبه مراحل گفتار اتفاق میفته. ولی همون اینجا جای ویژه‌ایه و همین مناسبت ویژه‌ایه و خیال کردم که بهتره که یک خطابه مکتوب آماده کنم و به جای اینکه اونو به عنوان شکلی سخنرانی جلو بذارم از روی متن این به این رجع اجرا کنم و در آینده اگه دوست داشتید میتونید به متنش هم دسترسی بدید. دیوانگی و زمان بی‌کرانه، مولانا بودن یا هیچ کس نبودن. هر بار که فرصتی پیش می‌آید و کسی اینجا و آنجا درباره مولانا جلال الدین چیزی می‌گوید، سخن به شمس الدین تبریزی می‌رسد. اغلب همه گفتار را اینطور آغاز می‌کنند که مولانا مسند شیخی و پیشروی شریعت داشت و همچون پدرش بهای بلد سلطان العلماء هم خلعت طریقت به بر کرده بود و هم تکیه بر منبر شریعت. میگویند مولانا درس میگفت و در محضرش نه 10 تا و 100 تا که چند صد مرید مینشستند دربار و همچنان دستش گشاده بود و خزانه استفتاحات و رشدیه و غیره. میگویند و البته بسیار نوشتند که یک روز حوالی 40 سالگیش در همین آذر ماه شمس الدین ملکیاد تبریزی بر در مدرسه پنبه فروشان یا به قول احمد افلاکی نسل مشهور بر سر کاروانسرای خان شکرریزان به او رسید و از او پرسید که مقام بایزید بالاتر است یا محمد مصطفی. از این لحظه به بعد 1000 قصه و روایت به دیدار منسوب است. هر نویسنده‌ای به قدر همت و فرصت کوشیده است که بگوید چرا مولانای آن روز آذر ماه سال 623 خورشیدی دیگر نشد مولانای روز پیشین. در میان همه قسم کرامات و اعجاب به شمس الدین تبریزی نسبت دادند. از این قرار که کتب مولانا را به آب انداخت و خشک باز گرفت و آنچه تو می‌خواهی انتقال است و این که من می‌کنم انتقال، یا آنکه این دو 40 روز بیخور خواب در حجره‌ای شدند به گفتگو یا نه حتی در سکوت چشم در چشم. هر کس از راه رسیده قلوبی به کار کرده تا عقل را مسحور کند و شنونده که شما این را مخواه. اینها را شما بهتر از من می‌دانید. درباره‌اش بسیار گفتند و کم کم دارد شیرینی‌اش را از دست می‌دهد. می‌خواهم این بار از خودی بودن بگویم برای شما و از دیگری شدن، از دل یک دل کردنش بگویم. میخواهم از دیدن خود از بیرون بگویم. میخواهم از آینه پیش روی خود گرفتن بگویم برایتان و بیشتر برای خودم که بشود یک آینه‌ای بگیرم پیش رویم. شاید روزی شده که میداند که او دلش 10 دل است. دلی دارد با پدر از این جهان رفته‌اش سلطان العلماء، دلی با پیر دومش برهان الدین محقق تبریزی، دلی دارد با بلخ زادگاهش، دلی دارد با حومیه روم که حالا پیر و مرشد جوانسال آن شده و خلق را مرشدی کند، گویی که خود راه را تا مقصد بداند یا چاه‌ها را از راه‌ها بشناسد یک به یک. باید که آیینه‌ای نیک پرداخته می‌یافت که دارد نظر کند که چیزی ببیند از خود پنهان ز دیده‌ها. آینه فروش گاهی دوره‌گرد می‌شود و آینه می‌آورد برای خلق. مثل آینه گردن‌های قدیم که پرده می‌انداختند روی آینه‌شان و قصه می‌گفتند
و قصه میگفتند و بعد پرده را پس میزدند و نقش روی آینه را میدیدید و نقش روی آینه و نقش تو که حالا محرم قصه بودی با هم یکی میشد. مولانا آینه شمس الدین را میدید، دیده است حتما که میگوید آینه رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده. نمیدانسته که پی این آینه گردان میگشته به سالیان سال، یا شاید نمیدانسته که چون این آینه دارانی در این جهان پنهان آشکارند. حالا که دانسته میگوید افسوس میخورد و میگوید جان جهان دوش کجا بوده؟ نی غلطم، هنوز افکارم میگم این نه غلطم، نی غلطم، این اشتباه نمیکنم، در دل ما بوده. آه که من دوش چه سال بودم، آه که تو دوش کرا بوده. حالا وقت من رسیده که ببیند نمیشود هم تکیه بر ستون منبر داد و هم سیر آفاق و انفس کرد همزمان. باید که رها کند، چاره‌ای ندارد. سهم او چیست؟ اما شمس الدین ملکداد تبریزی به او گفته است اینها که میگویی همه حدیث است، تو را چه؟ یعنی سهم تو کجاست؟ او به سهم خود نیندیشیده بود شاید، یا اگر اندیشیده بود بیم داشت از به زبان راندنش. پرده که از روی آینه کنار رفت میدید که دارد خود را خطاب میکند. طوطی را از شاخ درخت که اسیر کردند اول میگذاشتندش روی قفس و روی قفس پرده میانداختند که پرنده توی تاریکی روز شبش را گم کند و تنهایی او را در هم بشکند. بعد آینه‌ای توی قفس می‌گذاشتند که در آن خود را ببیند و خیال کند که جفتی است آن سوی آینه. بعد معلم طوطی از پس پرده قفس بگوید سلام و آنقدر بگوید تا طوطی زبان باز کند و بگوید سلام و خیال کند دارد با طوطی درون آینه گفتگو می‌کند. مولانا طوطی خود را در آینه دیگری دیده بود که میگفت با من سرما دل یک دله کن، گر سر ننهم آنگه گله کن. مجنون شدم از بحر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن. و دانسته بود آن تصویر درون آینه رازی دارد با خود که مردم کوچه نمیفهمند. دانسته بود که گفته بود 30 پاره به کف در چیده شدی، 30 پاره منم، 30 پاره منم در که چله کن. به خود نهیب زده بود که جزء 30 را به کف گرفته، اونطور که معمولا جلده می‌رفت در گذاشته، جزء 30 را به کف گرفته و جلده نشسته که کرا بیابی. خود را نمی‌شناسی، 30 پاره تو را به چه کار آید؟ تصویر طوطی جان در آینه نهیب زده بود بر طوطی کن جزء 30 مصحف شریف تویی. در جان خود ببین که چگونه فیلان سهمناک جانت خاک حرم دل را که می‌خواستند لگدکوب کنند، مرغان جنبز را رسیدند تا راهشان را ببرند. طوطی درون آینه بر او خوانده بود که مگر ندیدی که بر فیل رانم چه رفت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سوگندش داد به قلم و آنچه قلم می نویسد و نشانش داد که این همه تویی. نون و القلم ما یسطرون. نهیبش زد که موسی را چه به چوپانی وقتی می توانی با حقیقت
زبان در زبان گفتگو کنیم. ای موسی جان، چوپان شدی، بر طور برا درک گله کن. در نه حرف به حرف، کلمه کلمه در جان او کلمه می کاشت و این همه به قول شمس الدین تبریزی آردی بود در دهان که کافی است نفس بکشی تا پراکنده شود. کلمات افشانده شوند و دیگران بشنوندشان. طوطیش نه تنها حالا گویا شده بود که ترانه خوانم و وقت بود که ترانه گو هم شود. معلم طوطی پرش را گرفته بود و برده بود به مجلس قوانان. قوانان به سوزش سرناب و تهدید دهل آنقدر در سرش تن تن تنن تن تن تنن تنیدند که زبان بگشاید. ای مطرب دل، زان نغمه خوش این مغز مرا برمشربه کن. به یادش می آمد که چه بوده و حالا چه شده. زاهد بودم، ترانه گویم کردی، سرحلقه بزم و باده جویم کردی. سجاده نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. نه آن که پشیمان باشد، نه. مولانای مفتی حالا خاطره‌ای بود در دریای خاطرات دورش. حتی اگر همین دیروز بوده باشد آن خاطره دور شده بود از جانش. باور کن دور می شود از جانت اگر آینه دار جانت شد. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ تا همین کودکی من، کودکان دیوانگان را در کوچه های باریک شهر سنگ می‌زدند، پیشان می‌افتادند، با انگشت نشانشان می‌دادند، بهشان نام‌های تازه می‌بستند. می‌دانی چرا؟ دیوانه آخر شبیه ما نیست. دیوانه جهان را زیر و بالا نمی‌کند، اما دیوانه جهان را زیر و بالا می‌بیند. اگر مغولان خاک جهان را به توبره کشیده باشند، اگر صلیبیون گاه و بیگاه شوالیه‌هاشون را روانه کرده باشند به شامات و فلسطین تا نزدیکتر، اگر قحطی آمده باشد یا طاعون که همه اینها در روزگار مولانا رخ داده بود، باز دیوانه میگوید چه جبر خوش خبرم، چونک تو کردی خبرم. چه جبر خوش نظرم، چونک تویی در نظرم. بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همیشه، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم. دیوانه است، دیوانه. خود همه جهان را بارها و بارها گواه گرفته به دیوانگیش. ای ز تو ویران دکان و منزلم، چون ندادم چون بیفشاری دلم. میوک آبی گرفتن افشاره. چون ندادم چون بیفشاری دلم، جان من بستان توی جان را اصول. زن که بی تو گشتم از جان ملول، عاشقم من رفتن دیوانگی، سیرم از فرهنگی فرزانگی. مولانا جلال الدین به قطع یقین عاشق است، اما عاشق کیست؟ صلاح الدین زرکوب، شمس الدین تبریز، حسام الدین چلبی؟ هیچ کدام. او خود را یافته است و همه چیزی را در هم تنیده می‌بیند. حالا عاشق کل است و خود کل است. او عاشق خویش است و عشق خویش جو. او خود را یافته و اینک می‌داند که طوطی جان چون به آینه نظر می‌کند خویشتن را در آینه می‌بیند. و معلم طوطی اگر پشت پرده چیزی به گوش او می‌خواند، از آن است که طوطی جان عکس خود را در اون آینه بشناسد. آینه خریده‌ای، می‌نگری به روی خود،
در پس پرده رفته، پرده من دریده. آینه فروش هر که هست خریدار خود را شناخته، چه صلاح الدین باشد و چه شمس الدین و چه صلاح الدین. این همه بهانه است تا طوطی بازاری طوطی عشق شود، طوطی شهد و شکر شود. همین. عشق اما چیست؟ امروز آموخته ایم که عشق را از زوجیت بشناسیم، همین عشق رمانتیک که تفسیر عصر مدرن است و نه آنچنان بحث. عشق ما در دهان عرفا معنای دیگر دارد. ایشان دریافتند که ما جهان را به واسطه ادراکات حسی دریابیم. این جهان را 6 جهت می‌بینیم. برای ما چپ و راست و عقب و جلو و بالا و پایین معنای دارد. 6 جهت. دیگر چیه؟ بیرون این 3 بعد و 6 جهت چه می‌بینیم؟ چه می‌شنویم؟ چه می‌گوییم؟ چه می‌نوشیم؟ چرا لمس می‌کنیم؟ من آیا می‌دانم که تو سرخ را چطور می‌بینی؟ زرد را، کبود را. آیا من می‌دانم که گلاب برای تو چه بویی دارد؟ یا نه به چه طعمی؟ به که مولانا بیش از 30 دوستش می‌داشت. پاسخ آشکار است. نه، ما همه حبسیم در تنهامان و تجربه تنهایی من غیر قابل دستیابی است برای دیگری. ما در بند و زندان این تجربه های انفرادی‌ایم، همچون زندانی یک نفره. عرفا باور دارند که بیرون این 6 جهت هم چیزی است که می‌توان آن را آموخت و از چارچوب شناخته عقل بیرون خزید. میگویند می‌توان این زندان 6 جهتی را حفره کرد. این جهان زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان خود را وارهان. ایشان به ما می‌آموزند که برای بیرون شدن از این حصر 6 جهت دستوری تازه نیاز است. دید تازه نیاز است. دستور جان و دید جان دستور. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. یک کس را دید جان دستور نیست. این دستور تازه را ایشان عشق نامیدند. عجیب هم نیست. تجربه ما در وقت عاشقی، همون که پزشکان جهان قدیم شکلی از جنونش دانستند، چیزی بیرون شناخت هر روزه ما است. پس این عشق را میتوان به آن عشق رمزی که ایشان میگویند پیوند داد. اینطور است که جلال الدین محمد بلخی مولانا میگوید عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. او همچون دیگران پیش از خود دریافته که بیرون بازار عقل بازارهای دیگر است که سکه‌اش سکه‌ایست دیگر، نه از سیم و زر. عقل گوید 6 جهت حق است و بیرون راه نیست. عشق گوید راه هست و رفتم من با راه. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق دیده زان سوی بازار بازارها. او همچون گذشتگانش دریافته است که جهان تصویری است تابیده از لامکان و لازمان و ما این تصویر تابیده را که همچون هولوگرامی است واقعیت انگاشته‌ایم. در گذشته‌های دور مردمان این سو و آن سوی جهان دریافته بودند که اگر روی دیوار اتاقی تاریک را به قدر میخی سوراخ کنند و آن سوی دیوار روشنی روز باشد، تصویر جهان بیرون روی دیوار روبروی سوراخ نقش می‌بندد. پشت و رو و چپ و راست. ما میگوییم اتاق تاریک و رومی‌ها میگفتند کامرا اسکورا. دوربین عکاسی را در سده 19 از روی همین ایده ساختند. پیشتر هم نقاشان قرن‌ها و همین اتاق‌های تاریک منظره می‌کشیدند، اما لو نمی‌دادند. مولانا میگوید جهان 6 جهتی اتاق تاریک است.
حمام است، کم راست است. بخشو از گرمانه و گلخن، مرو جا بکند شو، بنگرم نقش و نگاهی دیوار حمام نقاشی کردم تا ببینی نقش‌های دلربا، تا ببینی رنگ‌های لاله‌زار. چون بدیدی سوی روزن درنگر، کان نگار یعنی این تصویر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. امروز برای ما ساله از پروژکتور دیدیم دیگه، از این نقطه میاد تصویر می‌ریزن. شش جهت حمام و روزن لامکان، بر سر روزن جمال شهریار. میگوید ما تصویر را میبینیم، تجلی را میبینیم به جای نظر کردن به روزن، به سرمنشأ. یکی باید به او بگوید که وقتی در تاریکی ایستاده‌ای، نوری که از روزن میآید چشم را میزند، چاره نیست جز به نقش نظر کردن. اگر میپرسیدید او به شما میآموخت چگونه به روزن نزدیک شوید و از روزن به بیرون نگاه کنید. تردیدی ندارم که او به آن سوی روزن نگاه کرد. اینها به کنار. بیایید خیال کنید روی دیوار پیش رویتان روزنی باشد و آن سوی روزن را ببینید. بعد شما گذشتن کسی را از آن سوی دیوار، پشت دیوار، از پشت روزن تماشا کنید. قبول؟ متوجه مثال شدید؟ یعنی کسی آن سوی دیوار از کنار دیوار عبور کند و شما از این سوی چشمتان را به روزنی چسبانده باشید و عبورش را زیر نظر بگیرید. حالا وقتی او هنوز به روزن نرسیده، برای شما که هنوز او را ندیده اید آینده است و به روزن که رسید و پیش روی شما قرار گرفت، برای شما زمان حال است. و وقتی از روزن گذشت، برای شما بدل به گذشته می شود. بدیهی است نه؟ گذشته است دیگر. مولانا میگوید اگر میخواهی جهانی جز جهان پیش رویت را بشناسی، اگر میخواهی جهانی بیرون این جهان را دریابی، کافی است با خود فکر کنی که آینده از کجا می آید و گذشته به کجا می رود. چیست نشانی آنک هست جهانی دگر؟ نو شدن حالها، رفتن این کهنه‌ها. نوز کجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟ یعنی برای نظر آدم بی‌منتهاست. اگر از آن روزن روی دیوار بگذری، مگر نه که همه چیز بدل به حال می شود؟ اگر به جای تماشا کردن حقیقت از روزن روی دیوار را برداری، مگر نه که دیگر نه گذشته‌ای است نه آینده‌ای، بلکه همگی بدل به حال می شود. سالک کوشش می کند حال را دریابد، دم را دریابد. مردم به کوچه و خیابان خیال کردن دم را دریاب یعنی خوش باش با هرچه هست. نه، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، یعنی صوفی از سیاه چاله گذشته گریخته و به درده هولناک آینده نمی‌افتد. سالک کوشش می‌کند از بند گذشته و آینده برهد و حال را فتح کند. سالک اگر حال را فتح کرد، حال گشوده می‌شود و 100,000 سال درونش جلوه می‌کند. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. یک بار وقتی 21 ساله بودم، در بستر بیماری در خانه مانده بودم و حتی نتوانسته بودم به دانشگاه بروم. دوستی آمده بود به خانه هم و برایم سوپ درست کرده بود. خوب خاطرم هست که پیش از آماده شدن سوپ یک لیوان چای داغ برایم آورد و گذاشت کنار تختم. خیره مانده بودم به بخار چای که خوابم برد.
بیدار که شدم دیدم مهدی بهپور رفته است. حالم خوب شده بود. از جا بلند شدم و کمی به کارهای خانه رسیدم و بیرون رفتم. به دانشگاه هم سری زدم. صبح شده بود آخر. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روز تمام گذشت و من آن 10 روز را با تمام جزئیاتش رکن به رکن زندگی کردم. فیلم دیدم، به سینما رفتم، به دانشگاه رفتم، به کوپ رفتم، بسکتبال بازی کردم، مثل سال‌ها که بسیار بازی می‌کردم. آخرش در روز 10 چشم باز کردم و دیدم در تخت خوابم خوابیدم و لیوان چای کنار تختم دارد بخار می‌کند. این همه شاید تنها در 1 دقیقه رخ داده بود. همین 1 دقیقه می‌تواند گشوده شود و از دلش 10 روز بیرون بیاید. چند سال بعد که در این باره بیشتر جستجو کردم فهمیدم کسانی تجربه‌های ماه‌ها و سال‌ها را در خواب یک شب از سر گذراندند. این زمان گذرنده حاصل تخیل ماست. این چنین است که صوفی را ابن الوقت می‌گویند فرزند زمان و عارف را صاحب زمان، چرا که او زمان را به چنگ می‌گیرد و در آن تصرف می‌کند. اگر من شهروند ساده در خوابی بی آنکه روی آن تصرفی داشته باشم 10 روز را در 1 دقیقه تجربه کردم، عارف عنان تجربه زمانیش را خود در دست می‌گیرد. مولانا همچون گذشتگان خود دریافته است که این همه تجلیات وجودند و در خیال ماست که نقش می‌بندند. زبان است که وجود را به چیزها ترجمه می‌کند. تجلی پیش از زبان چیزی نیست. تجلی شیعیت ندارد. تجلی وجود خود وجود است، در هم پیوسته و بی تکسر. می‌دونی تکسر یعنی چه؟ تکسر در لغت یعنی شکستگی و متکسر یعنی شکسته، تکه تکه. مثل یک ظرف بلورین که افتاده است و خرد شده. تجلیات وجود شکسته نیستند، تکه تکه نیستند، پیوسته‌اند با اصل وجود، مگر اینکه ما ایشان را به زبان درآوریم. به زبان که در آمد در خیال ما، در صحنه ذهن ما بدل به صورت می‌شود. این نکته بسیار ظریف است. سخن است، زبان است که خیال را می‌سازد، ایماش را می‌سازد. این چنین است که کودک انسانی که زبان نیاموخته چیزها را این چنین نمی‌بیند که تو می‌بینی، من می‌بینم. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر. مولانا همچون ابو سعید الخیر موج را تمثیل این تجلیات می‌داند. موج مثالی بی‌نظیر است. موج مگر چیزی است اصلا؟ موج مگر خود دریا نیست؟ موج جنبشی است در جزئی از دریا. حتی جزئی که میگویم همانقدر دقیق نیست. دریا دریاست، سیال است. چیزی که ما در این لحظه می‌بینیم جزء حتی ثابت نیست. یک آن دیگر همین جزء بدل به جزئی دیگر می‌شود. ابو سعید پیش از مولانا گفته بود بحری است، مثال زد، بحری است نه کاهنده نه افساننده، امواج بر او رونده و آینده. عالم چو عبارت از همین امواج است، نبود 2 زمان هر دو به هم پاینده. ابو سعید میگفت جهان چیزی نیست جز نوساناتی که ما آن را به زمان و مکان تفسیر می‌کنیم. یعنی حتی فضا و زمان هم اینی نیستند که ما با ادراکات حسی می‌فهمیم. مولانا بارها این عبارات را به زبان‌های مختلف بیان کرده است. با این همه اینها همه فرض است. من شما که آن رو درک نمی‌کنید. آن روزن روی دیوار که از آن نور به درون می‌آمد و تصویر پروژکت شده را می‌ساخت به خاطر دارید. من شما چطور باید از آن روزن به بیرون می‌بریم؟ او میگوید این صورت‌ها همه از سخن می‌آیند. یعنی این صورت‌ها همه از
از بی صورتی سرچشمه میگیرند. میگوید صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که ناالیه راجع. با این همه چگونه میتوان بی صورت را ملاقات کرد؟ چگونه میتوان از روزن روی دیوار اتاق تاریک گذر کرد و به آن سوی دیوار رفت بی آنکه مرده باشی؟ موتو قبل تموتو یعنی چی؟ عرفا میگویند هر چه هست به گردن زبان است. آیا اقرار نمی‌کنند؟ آیا زبان است که این تکسر را پدید آورده؟ پاسخ ساده است نه دقیقاً. اما زبان سبب می‌شود که چیزها را به این و آن تقسیم کنیم، به خودی و غیر خودی، من و تو. منم از کجا سبب برده است؟ این من که میگوییم با ما زاده نشده، این من که میگوییم نرم نرم با کوشش مردمان پیرامون ما ساخته می شود. بنایی است که آجر به آجر برای من می سازندش. این من سایه‌ای از دیگری است که هویت ما را می سازد. هویت مصدر جعلی است. هویت از قوه می آید. او آن ضمیر غائب که اینجا نیست. ما یک اوی را هم بیرون دیدیم و به او گفتیم او و بعد کوشش کردیم با اصل این همانی یک معنی سازیم. این کارخانه 3 سال کودک انسان، این کارخانه 3 سال کوششش را ادامه داده است تا کودک 3 ساله انسان دست روی سینه‌اش بگذارد و بگوید من. حالا که این من را باور کرد، شکستگی آغاز می شود. دیگر ما تکه تکه می شود، متکسر می شود، رکنش از هم می پاشد و بدل به منهای منفک می شود. حالا بیا و به او اثبات کن که این من عاریتی است. مگر باور می کنم؟ سالک اگر یک لحظه دریابد که این من عاریتی است، دچار حالی می شود که عرفا آن واقعه میگویند. تذکره ها را که بخوانید این واژه در موج می‌زند. حالی به سالک دست می‌دهد که خود را با درخت و پرنده و صخره و شاخسار یکی می‌بیند. حال اگر مهمانی جانش هم باشد، همه ارکان جهان را در رقص می‌بینند. آمد بهار جانها اشاره در رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و چگر به رقصا. این هم کسانی که مصنوعاً با سایکدلیک تجربه داشتند می‌دانند. رقصنده اگر بسیار به دور خود بگردد، هم آن بخش پیشگاهی مغز که نگهبان احساس فردیت ماست، همان بخش که من را از باقی جهان جدا می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد و بعد یک لحظه شاید دچار این واقعه شود و ببیند که جان جهان شکسته نیست، متکسر نیست، پیوسته است و او و جهان در یک جبه‌اند. چون بایزید بسطام که می‌گفت در جبه‌ام جز حق نیست و سبحانی ما اعظم شأنی خواهد گفت و چون از آن واقعه بیرون آید خواهد گفت حق منزه از تن و من با تنم، در چنین گفتم بباید کشتن. سالک می‌آموزد که مدام به خود یادآوری کند که باید بماند، باید بیدار بماند، نباید فراموش کند که این من فریب ذهن اوست. او مدام به خود نهیب می‌زند. او باید مداوما در گوش خود زمزمه کند. ذکر یعنی یادآوری کردن، یعنی تذکر. سالک ذکر نمی‌گوید برای ثواب اخروی. سالک ذکر می‌گوید که فراموش نکند، که به یاد بسپارد، که نخوابد. اعراب حجاز به دیوی باور داشتند که در بیابان مسکن داشت. دیوی با گوشواره‌های بلند و خلخال‌های به پا در روزگار باستان. دیوی که وقتی در وقت سحر در تاریکی کبیر در پی کاروان روانه می‌شد، از پشت به سراغت می‌آمد و جرنگ زیور آویخته‌اش در گوشت می‌پیچید و مستت می‌کرد و بعد در گوشت پچ‌پچه می‌کرد و از راه به درت می‌برد.
تو را مشغول خود میکرد و بعد تو از کاروان جا میماندی و گم میشدی. آن میشد که شد، همان که حافظ گفته است کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کی روی؟ لحظه که پرسی چه کنی؟ چون باشی؟ عرب حجاز به این دیو وسواس میگفتند و من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. مولانا جلال الدین میگوید ما مردمان خفته ایم. یک لحظه اگر بیدار شود کسی، یک لحظه اگر کسی از خواب بجهد، دایه وسواس نوازشش میکند، تابش میدهد، لالایی در گوشش میخواند و باز میخواباندش. خوابناکی کوز یقظت میجهد، دایه وسواس عشقش میدهد. رو به خواست جان که نگذاریم ما که کسی از خواب بجاند. دایه وسواس میگوید ما نمیگذاریم که تو بیدار شوی. اما این ما کیست؟ این که دایه وسواس میگوید نمیگذاریم ما، مقصودش کدام ماست؟ این ما نظم زمان محدود ماست. این ما زمان خطی این جهان سه‌بعدی ماست که در برابر شکستن زندان مقاومت می‌کند. این ما آن زندانبان است که هرگز به تو نمی‌گوید چرا باید در بند باشی. آخر مگر دزدی؟ من از برای مصلحت در حبس زنده ماندم. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزدیدم. راه چاره کدام است؟ مولانا میگوید راه چاره دیوانگی است، یا حتی بیش از دیوانگی. دیوانه جهان را در بند ریسمان‌های سبب نمی‌بیند. دیوانه به علت و معلول نیست. دیوانه غم و شادی را یکی می‌بیند، مثل عاشق که از محبوب دشنام و لطف برای او یکی است. شبیه همند، نه؟ فرض کنید که شما عاشق فوتبالید، نه عاشق فلان تیم فوتبال، عاشق خود فوتبال. آن وقت اگر بازی ببینید که در آن یک تیم به دیگری 3 گل زده و یکی 4 گل، شما 7 گل دیدید. شما نه شکست دیدید و نه پیروزی. شما بازی دیدید. هر که بشورد شادی است، هر که دفاع کند شادی است، هر که هر چه کند شادی است برای شما. حالا اگر همین دیوانه شاد در جایگاه تماشاگران در استادیوم، در جایگاه تماشاگران مسابقه باشد، اگر تیم حریف گل بزند و فریاد شادی بکشد، دیگران با او چه می‌کنند؟ این مردمان او را لط می‌زنند و شاید سرش هم بشکنند اگر نکشندش. اینطور است که مولانا فریاد می‌زند که از من طرفدار در نمی‌آید. میگوید من همچون شما مردم کردن بلد نیستم. این مردمان از من نیاید مردمی. دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیدم. او دیوانه شده است. دیوانه جهان را بی سبب می‌بیند و شادی اندر شادی، چه اگر زهر ببارد همیشه. عاشقی را باز تعریف کرده است این دیوانه. فریاد می‌زند که بیا تا عاشقی سر بگیری، جهان خاک را در زر بگیری. بیا تا نوبهار عشق باشیم، نسیم از مشک و از عنبر بگیریم. زمین و کوه و دشت و باغ جان را همه در حله اخضر بگیریم. حالا هر پیامی از جان برسد شادباش است. عاشق دیوانه است. دیوانه اگر بداند که طرب چیست و بلا چیست، که یک کاسه نشده، دیوانه نشده، مجنون نشده، عاقل است هنوز. عاقل است که میگوید این سود است آن ضرر. دیوانه چه میداند سود و ضرر کدام است؟ مولانای دیوانه است که میگوید اگر توانستی هنوز میان بلا و طرب تمیزی قائل شوی، به دست آن دیو وسواس 2 پاره عشقی باید بیابی که این پاره ها را به هم دیگر بدوزد. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. اگر دوخت، اگر یک پارچه شدی،
اگر عقل دوگانه ساز بارونش را جمع کرد و پراکنده شد، آن وقت دو نمیبینی. مولانا میگه چشم لوچ است که یکی را دو میبیند. دیوانه که باشی عاشقی و عاشق که باشی دیوانه. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع بانگ و جنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود. از حلاوتها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، از کرمان به جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بوالعجب من عاشق این هر دو ضد. حالا همانقدر که بلبل عاشق گلستان و بوستان است، عاشق خارستان هم است. والله از این خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نابد شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان تا خورد آن خار را با گلستان. همش رو با هم میخواد. این نه بلبل. اون با خودش فکر میکنه که چه بلبلی؟ بلبل نیست. این نه بلبل، این نهنگ آتشی است. جمله ناخوش‌ها ز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خویش است و عشق خویش. مولانا عطار را دیده بود که دل یک دله کرده بود و میگفت پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. از اینجا به بعد هر چه بگویم دوباره گویی کردم، برگویی کردم، تکرار کردم. میدونی چرا باورمان نمیشه برای همه را؟ چون احتمالاً دیوانه نیستیم. در مجلس دیوانگان هرچه آن دیوانه دیگر بگوید خریدار دارد. ما گرفتار علت و معلولیم و اینها همه سخن بی سببی است. دیوانه اما به حال خود نیست، یعنی گرفتار خود نیست، گرفتار نیست، او آزاد است. اگر اینها باد هواست در گوش هر یک از ما، دلیلش یک چیز است: ما از آزادی می‌هراسیم. آزادی رسوایی بیاورد آخر. مولانا خودش هشداری چنین داده بود: یک پند ز من بشنو، خواهی نشوی رسوا. یک پند ز من بشنو، خواهی نشوی رسوا. من خمره افیونم، زنهار